از 20 سالگی سامانه ترانسفر مارکت که گفتیم پس بیایید دیگر از گزارش‌های تازه انتخابی تابستانی میگوییم. با کل شما سلام دوستان عزیز، نشریه نوبتی ترانسفر در عمل است. منظور شما که از گرمترین سوداهای بازار ترانسفری میگوید. چطوری که ما پیشتر هم از اشتیاق خریداری پرای سمولوف از جانب سلتا میگفتیم، مشکل اینجا البته که در درست نگرفتن معاملات ترانسفری به میان آمده است. کادینا سر هم میگوید که سلتا برای خریداری پرای سمولوف برای لوکوموتیو 6 میلیون یورو پیشنهاد کرده است، اما رایحانچیان را چنین نرخ واقعا هم قناعتمند نمیسازد. ولی نوبسته از این اسپانیا واقعا هم فیودو را در دسته میمانند اگر که دست از ویگو از لالیگا حذف نشود. طبق معلومات کادینا سر، اسپانیا برای فوروارد 30 ساله 6 میلیون یورو جمع علاوه پول گفتند که کلی مبلغ 8 میلیون را تشکیل میدهد. اطلاع داده میشد که در باشگاه با سمولوف باور دارند و میخواهند که را در دسته بمانند. تیم لوکوموتیو مسکو باشد برای اجاره سمولوف در وقتش 700,000 یورو گرفته است. خلاص از گلزنی سمولوف و دروازه ریال و بارسا میتوان گفت که فیودور سمولوف برای دست از ویگو بعضا از مهم بودنش هم نشان میدهد. چطوری معلوم می شود در زمان معاصر غیر از دینیش چریشف بازیگری دیگری روس هم می توانست که در صف ریال بازی نماید. این فوتبال باز سرگی کوندیک می باشد که در سال 2012 برای امضای شرطنامه با مادرید رفت و در فرصت‌های آخرین امکانیتی با میدان برآمدن با پیرانوی بلانکوس را محروم شد. چرا آگنتانی پرتغالیش پول‌های زیادی را طلب کردند؟ همین طریق امکانیت یگانه بازی نمودن فوتبال باز روس در صف ریال هم که یک بار به میان آمد قرار نگرفت و سرگی کوندیک عین حال در دیویزیون سوم چمپیونات یونان برآمد دارد. بازیگری که با PSG تمدید شرطنامه نخواست در یک مدت کوتاه چون فوتبال بازی آزاد پیراهن زنبورها را به بر کرد. و طور دیگر گوییم فوتبال بازی 28 ساله منتخب بلژیک توما مینیه با مهلت 4 سال به شرطنامه کاری با بروسیا دورتموند امضا نمود و در این باره البته که خود صفحه توییتری باشگاه دورتموندی رسما خبر داد. مهلت شرطنامه مینیه با دورتموند 4 سال را تشکیل داده سنه 30 میون سال 2024 انجام مهلت دارد. در موسم 19-20 باشد توما 27 بازی در کل مسابقه گذرانیده، 1 گل و 2 پاس گل‌آور هم با آمار گرفته است. نشریه معروف فرانسوی باشد فرصت‌های اخیر در خصوص فوتبال روسی بیشتر می‌نویسد و این نوبت باشد بران است که اسپارتاک با سابق بازیگر آرسنال لندن یا ساناگو پیشنهاد جای کار کرده است. نفری که تحت رهبری آرسن وینگر تمرین نموده و در یک جایگی با الکسیس سانچز و مسعود اوزیل هم بازی کرده است. چطور لکیوپ می‌نویسد باشگاه مسکوی اشتیاقش را نسبت این فوروارد 27 ساله تولوز بر حال نشان داده برای ساناگو شرطنامه با نقشه 2 جمع 1 با معاش سالانه 1.5 میلیون یورو پیشنهاد هم کرده است. عین حال باشد جانب‌ها در روند گفت و شنید قرار دارند. قرارداد کاری ساناگو با تولوز باشد همین تابستان به انجام رسیده. اسپارتاک میتواند این فوتبال باز را به پول به تیم بیارد. در چمپیونات برمحل قطع شده لیگ یکم فرانسه باشد ساناگو 15 بازی گذرانیده و 3 گل و 1 پرتافت گل‌آور هم در نامش دارد. دهاتی دلخو بازیگر خارجی و تینکوف چمپیونات روسیه علامتی خوب است، ولی میترسم که ساناگو در اسپارتاک پدر روش دومی نشود. هرچند که فرصت‌های اخیر از عوض‌کنی بین همگری میان تیم‌های بارسلونا و یووه بسیار می‌گفتند و در فرصت‌های اخیر آرتور راموس به تورین رفتن نخواست، اخیراً کار آمد گرفت و بارسا و یووه بازیگرانی نو گرفتند. آرتور برای عوض 72 میلیون یورو به یوونتوس گزارش نمود و پیانیچ باشد راه سمت کاتالونیا را پیش گرفت. هرچند که پیشتر ورنر به چلسی گزارش کرد و ما از آن می‌گفتیم، ولی از روی ارزش این گزارش واقعاً هم نخستین تاپ ترانسفری دوران پس از پاندمیایی نام برده می شود. نیم حمایتگر برزیلی هنوز سنه 28 میون برای معاینه تیوی به تورین رفته بود و چطور معلوم شد آرتور 23 ساله با گراند تورینی قرارداد کاری 5 ساله به امضا رسانید. سنه 29 میون باشد کاتالونیا رسما تصدیق نمودند که از فروش آرتور 72 میلیون یورو به دست آورده 10 میلیون دیگر در شکل علاوه پول خواهند گرفت.
از رفتن ارتور راموس به یووه که گفتیم، پس باید ایلوه نمود که میرالیم پیانیچ با 4 سال بازیگری بارسا شد. این چیز البته که پس از تصدیق شوی ترانسفر ارتور به یووه روشن بود. نیم حمایتگر بوسنیایی 30 ساله باشد. بهره کاتالونیا 60 میلیون یورو ارزش پیدا نموده. 5 میلیون دیگر یووه میتواند در شکل لیورپول از این ترانسفر به دست آورد. اما چیزی حیرت آور آن است که در قرارداد نوی پیانیچ با بارسا حق خریداری اندک مندک نو 400 میلیون یورو نوشته شده است. این رقم ها معنای آن را دارند که من بعد دسته‌ای که میخواد پیانیچ را خریداری نماید حتما باید که 400 میلیون یورو وارد خزانه کاتالونیا نماید. اینجا که البته بارسا نمونه عبرت نشان میداد، چرا که زمانی در خصوص شرطنامه با نیمار سخت شتاب خورده بود. میرالیم پیانیچ باشد 4 سال باز در یووه بوده، از روما برای عوض 32 میلیون یورو خریداری شده بود. اگر در خصوص این ارتباطی ترانسفری چیز علاوه کنیم، با قول کارشناسان اینجا با در نظر داشت سن سال ارتور در این سودا تورینیو بیشتر برد کردند، ولی در اصل باشد وقت نشان خواهد داد. اما از یک جانب اگر با جوانی کنی هیئت دسته انیل ارتور را به تیم آورد، از جانب دیگر سابقه داران تیم در سیمای جورجو کلینی و جانلویجی بوفون به 1 سال دیگر در دسته میمانند، چرا که یووه مهلت شرطنامه کریشان را تا سال 2021 تمدید کرد. تمدید شوی مهلت قرارداد این دو چهره ارزشمند تیم ممکن که از یک جانب چون نمونه احترام به شخصیت‌های این دو بازیگر بوده، از جانب دیگر بنا به مشاهده‌ها از بازی اخیر میتوان گفت که در فوتبال بزرگ آنها هنوز هم فایده بخشند. همچنین سخن‌های چهره‌های شناخته به مثل بوفون و کلینی وقت جنجال‌های داخلی در اتاق‌های لباس بازیکنی میتواند که نقش حل کننده را داشته باشد. این واریانت البته که یک اندیشه شخصی بود. همین طریق برای بوفون موسم بعدی 20مین با پیرانو یووه بوده، کلینی باشد 16مین موسم فوتبالیش را در تورین پس سر خواهد کرد. علاوه بر این بوفون 42 ساله باشد، رکوردگذاری دسته از روی شماره بازی گذراننده در سری ا باشد که الکی با 479 رسیده است، در حالی که کلینی 35 ساله در صف بیانکانرها 509 بازی در کل مسابقه گذرانیده است. آوازها در خصوص به اجاره رفتن گران ارزش‌ترین در زمان فوتبالی البته که مقال روسی اسکنیازیو گریازی را به یاد می‌آورد، چرا که پس از رفتن کورتوا از چلسی، ماز کپا نفری بود که برای عوض 80 میلیون یورو به لندن آمد و مقام ارزشمندترین در زمان فوتبالی را صاحب شد. اما عین حال چی؟ عین حال کلی چیز خراب شد که برای ضرور می‌آید که به آهستگی از فوتبال انگلیسی کنار رود و مارکا میگوید که چلسی میتواند آریزابالاگا 25 ساله را با مهلت اجاره 2 ساله با حق خریداری حتمی به والنسیا روان کند. پیشتر باشد خبر داده میشد که چلسی میخواست کپا را به فروش برآورد، اما بنابر اوجگیری کرونا ویروس از چنین قرارش دست کشید. بازی نه آنقدر باوری بخش کپا و البته انتظامی باز هم نه آنقدر نمونویش سببگاری آن شد که کابالیر سال خورده کلید قلف دروازه چلسی را مستحکم به دست گرفته است. کپا باشد عین حال یکی از موقع‌های آخرین را میان تاپ 7 دروازه‌بان‌های اروپا اشغال می‌کند. چکیدهای خامه سپورتس رو از آوازها چی نوشته کردند؟ البته به فرجام برنامه ما هم میرساند. همین طریق سپورتس رو اشاره بر آن میکند که مسی ژاپنی رئال مادرید که عین حال در مالیورکا در اجاره است، احتمالاً به رئال سوسیداد یا که میلان سفرهای اجاره‌ایش را ادامه میدهد. این بود کل آن موضوع بررسی شونده امروز. خیر، تنصیحات بمانید.